خب سلام و عرض ادب. برورد توی کارشناسی هستیم و با سیستم 4500 یه اشکافی اینجا داریم و یه چیز خیلی خیلی جالب و قشنگ برام اتفاق افتاد که شما ببینید. من در سیستم رو بالانس میکنم و خیلی سریع که حجم فیلممون بالا نره، زمان فیلم بالا نره. خب بیابن ستار سر سیستم رو داشته باشیم. بیابن ستار سر را ما خب ببینید دوستان، بیا خب ببینید آجی لطفا تشریف بیار جلوتر. ببینید اینجا رو من یه کمی خفاری کردم. سیستم ببین مستقیم اینجاست. ببین همینجور دیگه ما نمیتونیم جلوتر بریم. سیستم هم همینطور نه چپ میره نه راست میگرده. دقیق اینجا رو گرفته. لطفا سیمپلکس برام میارین؟ اونو بیا. این سیستم رو دستم دارم. خب من خاموش میکنم تا با نقطه زن اینجا رو بررسی. خب دست در نکنه. تشکر. خب سیستم که بالانسه. خب یه جا نیزم. ببینید ما روی پین پونتر میذاریم سیمپلکس رو. دیگه که با اون میشه حالا خارج میشیم از پین پونتر. ببینید خیلی جالب بود. ما با 4500 اینجا رو گرفتیم، چک کردیم، اومدیم نقطه زدیم، هولوش 20 سانت ما کندیم اینجا رو. و ببینید روی زمین هیچ سنسی ما نداریم. اصلا روی زمین ما سنس نداریم. پین پونتر رو میگیرم روی زمین. ببینید 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 ولی همین که روی دیواره بیای ببینید خب یه لحظه من فیلم رو قطع کنم.